سلام دوستان عزیزم، یک بار دیگه شما را به اسکالرز جورنی خوش آمدید میگم. دوستان عزیز، قرار است که در این ویدیو تمام مراحل ثبت نام بورسیه اوپن دورز، پر کردن پورتفولیو و چگونگی نوشتن موتیویشن لتر را بر شما آموزش بدم. پس دوستان عزیز، به خاطر حمایت ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و حتما برای ما کامنت بتین و نظریاتتان را شریک بسازین و تا آخر ویدیو ما را تعقیب بکنین. این برنامه از طرف نهاد پل افغانستان و نهاد اسکالرز جورنی که آزی صاحب در کشور روسیه برای انداختن با شراکت هم پیش میره و لینک چینل تلگرام همین گروه اسکالرز جورنی را آزی صاحب در مسیج شیر کردن. اینا بر علاوه از این که معلومات در مورد اوپن دور اسکالرشپ همراه ما همکاری میکنن، در چینل خود معلومات عمومی درباره زندگی در روسیه، بورسیه های برای هم اینا شریک میسازن. غیر از اونها برای تحصیل در روسیه زنو میشه با چینل اینا سر بزنین و اگر پیام دارین به خود آسی صاحب ایمیل یا بهشون از طریق تلگرام تماس بگیرین. آسی صاحب استیج را به شما میسپاریم که برنامه را شما رسما آغاز بکنید. سلام خدمت همه دوستای عزیز. بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگه اینجا هستم همراه شما و بسیار سپاسگزار هستم از جناب صافی صاحب که لطف کردن یک بار دیگر بر ما وقت دادن و فرصت دادن تا بیاییم در رابطه با بورسیه های اوپن دورز جلسه معلوماتی داشته باشیم. دوستای عزیز، در برنامه گذشته یک معلومات عمومی در رابطه با بورسیه های اوپن دورز داشتیم که چگونه یک بورسیه است، چه کسان واجد شرایط از این بورسیه است. امروز دقیقاً در رابطه با استیج اول و یا هم چگونگی پر کردن پورتفولیو و همچنان در رابطه با موتیویشن لتر و موضوعات دیگه که در برگیرنده بورسیه است و لازم است شما بدانید و شما راهنمایی میکنم و معلومات میتونم. قسمی که قبلا براتون یادآور شدم، اجنده برنامه ما شما امروز ایجاد اکانت، خانه‌پوری و یا پر کردن پورتفولیو و همچنان کدام اسنادها و کدام داکیومنت ها بر شما ضرورت است که شما اپلود بکنین و همچنان بعضی مواردی که نظر به تجربه خودم بوده و یا هم از دوستایی که پرسان کردیم تجارب خود را همراه ما شریک ساختن در رابطه با موتیویشن لتر و یا هم انگیزه‌نامه و همچنان در رابطه با اچیومنتس و یا هم دستاوردهای اکادمیک و یا هر چیز دیگه که شما دارین و در اخیر در رابطه با انترنس تست و یا هم امتحان اولی که در استیج اول گرفته میشه بر شما معلومات کامل میتونیم. دوستان عزیز، زمانی که ما شما به وبسایت اوپن دورز وقتی که مراجعه میکنیم که قبلا هم ما شریک ساختم در چت، شما میتونید اونجا به لینک و یا آدرس دقیق صفحه رسمی اوپن دورز شما مراجعه بکنید. زمانی که شما مراجعه میکنید با اولین چیزی که سر میخورین دوستای صفحه است که شما میتونید در اینجا معلومات مکمل در رابطه با بورسیه های اوپن دورز، در رابطه با دانشگاه ها، در رابطه با این که کدام رشته ها و یا کدام ترک ها وجود دارند، تمام معلومات شما در این صفحه اوله که وارد وبسایت اوپن دورز میشین شما به دست میارین که قسمی که شما میبینید تقریبا 63 روز باقی مانده که شما هنوزم فرصت زیاد دارین، میتونین اپلای بکنین، داکیومنت هایتان را جمع آوری بکنین، اسنادهایی که ضرورت است شما جمع آوری بکنین تا آماده به این باشین که بتونین به این بورسیه اپلای بکنین و کامیاب شوین. دوستان عزیز، قسمی که براتون گفتم، اولین چیزی که نیاز است شما وارد از این وبسایت میشین. بعد از اینکه وارد وبسایت شدین، در اولین مرحله شما اونجا وقتی که اپلای کلیک میکنین، اینجا شما اپلای کلیک میکنین، میرین به مرحله بعدی که شما در اینجا ایمیلتون رو وارد میکنین. بعضی از دوستان ما سوال کرده بودن که آیا ضرورت است که مثلا ایمیل را که ما میگیریم از دومینای روسی باشه و یا از کشور روسی باشه، که اینا هم بعضی از ایمیل های را دارن مثل یندکس و mail.russia و اینا است که شما دوستان عزیز هیچ فرق نمیکنه. شما میتونین جیمیل استفاده بکنین، شما میتونین یاهو استفاده بکنین، هر ایمیلی را که شما ضرورت شما دارین و از قبل ایجاد کردین دوستان عزیز شما باید ایرا خانه‌پوری بکنین و بعدا در مرحله دوم شما زبان ایره که با کدام زبان شما میخواین تمام این مراحل
اوپن دورس را پیش ببرین اینجا انتخاب میکنین. شما زمانی که انتخاب میکنین زبان انگلیسی، پس شما تمام جزئیات، تمام امتحانات، هر چیزی که مربوط به اوپن دورس میشه شما به انگلیسی و یا هم دوستایی که به زبان روسی بلدیت دارن اینا میتونن به زبان روسی یعنی اسکولارشیپ خود پیش ببرن. و بعدا در مرحله بعدیش که انتخاب میکنین شما کشورتانه که شما دوستای عزیز تمام موارد و یا تمام چیزایی که شما اپلود میکنین در این مرحله باید متوجه باشین که مطابق با پاسپورتتان باشد. بعد از اینکه شما اینجا خانه پوری کردین، شما دوستا مرحله دوم براتون باز میشه که شامل نام شما، تخلص شما، سال تولد شما، جنسیت شما، شماره تلفن و یک پسورد که دوستا همیشه به خاطر داشته باشین که فراموشتان نشه. هرچند شما میتونین وقتی که داخل پروفایلتون شروع میره چینج بکنین، ولی برای ابتدا شما باید اینو به یاد داشته باشین. هر کاری که میکنین ایمیلتون را، پسوردتون را در یک جای براتون ذخیره بکنین تا فراموشتان نشه. خب دوستان هم باید براتون یادآور شوم که نامتان وقتی که ذکر میکنین متوجه باشین مطابق با پاسپورتتان باشه، چون وقتی که شما یک بار وارد کردین نام و تخلصتان را، بار دیگه شما امکان چنج کردنش در صفحه پروفایلتان ندارین تا اینکه شما باز با کانتکت و سپورت تیم خود اوپن دورس با تماس شوین که شما باز بتونین که نامتان رو چنج بکنین و یا هر اشتباه املایی، هر چیز دیگه که وجود داره با شما میتونین چنج بکنین. خب زمانی که دوستا شما این مراحل پیش بردین، شما به مرحله بعدی تمام از اینا دوستا باید یادآوری کنم که در یک پیج قرار داره. هر استپ را که شما پیش میرین یک استپ بعدیش برای شما ظاهر میشه که شما میتونین اما تو پیش رفته برین و به مرحله بعدی برسید. مرحله بعدی در بخش رجیستریشن دوستای خوبم انتخاب ترکتون است. انتخاب ای است که شما آیا بچلر میخوانین، ماستر میخوانین یا دکترال ترک انتخاب میکنین. هر چیزی را که شما انتخاب میکنین شما در این مرحله انتخاب میکنین دوستای عزیز که ما به نظر به اون نظرسنجی که کرده بودم اکثریت دوستا برای بچلر و یا لیسانس و یا برنامه ماستری اپلای میکرد. پس ما همین اپلیکیشن تمام جزئیاتی که مربوط به این اپلیکیشن و یا هم چیزایی که شما اسکرین میبینین مربوط به بچلر میکرد. دوستا باید داشته باشین، قبلا هم ذکر کرده بودم که شما میتونین بیشتر از یک، دو، سه و یا بیشتر از 4 و یا 5 رشته انتخاب بکنین. در اینجا تقریبا 14 کاتگوری وجود داره که با شما وقتی که زمانی که کلیک میکنین اینجا در بخش اد سابجکت شما متوجه میشین که تقریبا 14 رشته وجود داره که شما میتونین از هر کدام از دو انتخاب بکنین. ولی باید داشته باشین هر چیزی را که انتخاب میکنین دوستا شما بر تمامش دوکیومنت ضرورت دارین، موتیویشن لتر ضرورت دارین و تمام مراحل را که شما برای یک ترک انجام میدین مجبور هستین که بر تمام از اینا شما انجام بدین. بعدا تکایی که اینجا میبینین تمام از این شما کنفرم میکنین و رجیستر میزنین. زمانی که شما رجیستر کردین دوستا بر شما یک ایمیل میاد، در ایمیلتون شما به این کنفرم میکنین، وریفای میکنین. بعدا از طریق این لینک دوباره بر شما اکانتتون باز میشه، پسوردتون رو میزنین، ایمیلتون رو وارد میکنین، شما وارد صفحه اصلی اوپن دورس میشین. شما وقتی که اینجا میبینین یک تاب وجود داره که در اولش جنرال انفورمیشن است که شما وقتی که کلیک میکنین به جنرال انفورمیشن همون معلومات را که قبلا شما در مرحله رجیستریشن اد کرده بودین در اینجا میبینین که شامل زبان است که شما زبان میتونین چنج بکنین. ولی دوستا قبلا من براتون گفتم که شما وقتی که کشورتان را وارد میکنین بار دوم حقی را ندارین که چنجش بکنین. پس زمانی که رجیستریشن میکنین حتما متوجه باشین که از پیش شما اشتباه نشه. همچنان زمانی که شما نامتان را اپلای نوشته میکنین و تخلصتان را نوشته میکنین بسیار دقت بکنین که اشتباه نشه از پیش شما، چرا که در این مرحله شما حق زیر ندارین که چنجش بکنین. پس خوب است که متوجه تمام از این چیزها باشین. و همچنان در مای پروفایل و یعنی صفحه‌ای که شما میبینین در بخش جنرال انفورمیشن شما ترک هایتون رو باز هم میتونین انتخاب بکنین و یا هم میتونین دیلیت بکنین. زمانی که شما انتخاب کردین بعضی از رشته ها را شما میبینین که زیاد انتخاب کردین، رشته های زیاد را انتخاب کردین و توانایی زیر ندارین که بر تمامش رسیدگی بکنین. پس میشه که شما از این بخش ریمووش بکنین. زمانی که ریموو کردین بر شما دو رشته از این بچلر که انتخاب کردین شما حق زیر دارین که انتخاب بکنین. حتی میتونین یک تا را بانین، دو تا را بانین و یا هم بیشتر از 2 و 3 رشته شما انتخاب بکنین، یعنی هیچ ممانعت وجود نداره.
و همچنان در این بخش شما دوستان عزیزم پسوردتون رو میتونید چنج بکنید. پسورد قبلی به یادتون باشه و شما میتونید چنج بکنید و به خاطر داشته باشین که شما ترکتون هم میتونید در این بخش چنج بکنید. یعنی میتونید که ماستر انتخاب بکنید، میتونید دکترا را انتخاب بکنید، میتونید که لیسانس انتخاب بکنید. در این مرحله در مای پروفایل شما حق انتخاب از این دارید که چنجش بکنید. بعد از اینکه مرحله اول را شما سپری کردین، تمام معلوماتتون را دقیق چک کردین، در این بخش یونیورسیتیز داریم دوستان خوبم که در بخش یونیورسیتیز شما حق 6 دانشگاه در داخل روسیه را دارید و دوستان متوجه باشین که شما هر دانشگاهی را که انتخاب میکنین، هر پانتونی را که انتخاب میکنین، هر کدام از این که در اول باشه، یعنی دانشگاهی را که شما در اول انتخاب کردین در لیست در اول قرار داره، برای از اونمو اولویت بیشتر داده میشه. یعنی زمانی که شما امتحان میتین، تمام مراحل سپری میکنین و کامیاب میشین، شما اولین دانشگاه و یا اولین چیزی را که انتخاب کردین برای شما میده. اینجا برای شما می اوپن دورز شما را معرفی میکنه و اگر مثلا نمرات خوب نگرفته بودین و یا اچیومنت شما زیاد نباشه، باز متاسفانه بعضی چالش ها برای شما ایجاد میشه که میشه پانتون شما را ریجکت بکنه و یا هم باز برای انتخاب دومتون شما را روان بکنه. پس چیزی که خیلی مهم است در بخش یونیورسیتیز و یا پانتون، شما باید متوجه باشین دوستان خوب که دانشگاه های را انتخاب بکنین که مثلا یک دانشگاه در روسیه باشه. شما حتی انتخاب 2 دانشگاه را در روسیه در مسکو دارین و بعدی شما میتونید که در شهرهای دیگه هم انتخاب بکنین، مثلا سن پترزبورگ، کازان و یا هم شهرهای دیگه. من ترجیح میتونم دوستان عزیز نظر به تجربه سال قبل که دوستان آمده بودن، رقابت بسیار زیاد شده، چرا که ما قبلا بر شما در مرحله اول اگه متوجه شده باشین، اینجا تقریبا 185 کشور دنیا در این بورسیه اپلای میکنن و قبلا هم یادآور شده بودم در برنامه گذشته که شما هم جزء از کسایی هستین که در این کمپیتیشن اشتراک میکنین. هیچ کدام سهمیه بندی برای کشورها وجود نداره. وقتی که لیست کسایی که کامیاب شده یک جای نشر میشه و شما میتونین که در اونجا ببینید که کامیاب شدین و یا خیر. پس متوجه باشین دوستان که در انتخاب دانشگاه دقت کامل به خرج بدین و همچنان رشته‌هایی را که انتخاب میکنین باید مرتبط به دانشگاه باشه. مثلا اگر شما HSE یونیورسیتی را انتخاب میکنین، جایی که من درس میخوانم، اکثریت درسایی که در اینجا داده میشه مربوط به اکانومیک استادیز و بزنس میشه. پس زمانی که شما بزنس انتخاب میکنین، خوب است که مثلا این دانشگاهتون را مرتبط به مو انتخاب بکنین. شما هم در صفحه اول در جایی که من با شما پیشتر ذکر کردم که وارد وبسایت میشین، تمام معلومات در رابطه با تمام دانشگاه ها را دارید. پس برین هر دانشگاهی را که شما میبینین بر شما خوبتر از معلومات بگیرین که کدام رشته ها درش وجود داره، کدام ترک ها وجود داره، معلومات خود را حاصل بکنین و بعدا میشه که شما باز دانشگاه هایتان را نظر به مو پرایوریتی و یا نظر به مو اولویت هایی که بر شما داره انتخاب بکنین. پس بیشتر از 6 دانشگاه انتخاب کردن نمیتونین دوستا. نظریه و یا مشوره من از دوستای خوبم که نظر به اچیومنت که دارین، نظر به داکیومنت هایی که دارین، نظر به نمره که گرفتین، شما دانشگاه را انتخاب بکنین. هرچند که شما در این مرحله انتخاب میکنین، ولی مرحله که باز شما مثلا استیج دوم میرین، بازم بر شما میاد که شما همین دانشگاه ها را میخواین ادامه بدین، همین میکنین انتخاب و یا همین اولویت شما است، شما حق پذیر دارین. ولی من بر شما میگم نظر به این که اطمینان داشته باشین بالای خود، نظر به این که چانس کامیاب شدن شما بیشتر شود، ترجیح میتونم که خارج از مسکو دانشگاه را انتخاب بکنین. شما میتونین مثلا شهرهای کازان، مثلا شهر اورال، شهر پیترزبورگ اینا را انتخاب بکنین. دوستان دانشگاه بسیار خوب است، تمامشان از لحاظ رنکینگ جهانی رنکینگ های بسیار خوب دارن. شما میتونین انتخاب بکنین، هیچ ممانعت وجود نداره. اکثریت دوستان ما خبر دارم نظر به این که مثلا میخواین مسکو بیاین اینجا درس بخونن، اکثریت انتخابشان مسکو است که متاسفانه کمپیتیشن از سراسر دنیا بالای مسکو بسیار زیاد میباشد، چون دانشگاه های تاپ در مسکو وجود دارد و نسبتا امو ریکوایرمنت و یا امو شرایط برای دانشگاه های مسکو بسیار سخت است. پس ترجیح میتونم دوستای خوبم که برین اولا معلومات در رابطه با دانشگاه ها حاصل بکنین، بعدا شهرهای دیگر انتخاب بکنین که تمام روسیه را در بر میگیره، میتونین اونجا انتخاب بکنین و
کامیاب شوین و درس‌هایتان را ادامه بدین. بعد از این دوستان، از این که شما از مرحله اکانت و رجیستریشن خلاص شدین، با اولین مرحله که پورتفولیو میشه که مهمترین بخش استیج اول شما از دوستان خوبم، شما وارد مرحله اول که میشین شما با پورتفولیو سر میخورین که پورتفولیو شامل تمام امو داکیومنت ها، تمام اسنادا و یا هم امو انترنس تست و اچیومنت شما میشه دوستان خوبم که شما میتونین ایره با زبان روسی و یا هم با زبان انگلیسی پر بکنین، خانه‌پوری بکنین که چیزایی که ضرورت از دوستان برای شما میگم که چه چیزا ضرورت از در پورتفولیو. شما زمانی که پورتفولیو جور میکنین ای که چرا شما قبول میشین و یا چند نمره داره و چگونه است، تمام شما بر شما مرحله به مرحله توضیح میدم. شما وقتی که وارد پورتفولیو میشین دوستا، زمانی که با پورتفولیو کلیک میکنین دیگه متوجه میشین که امو سه رشته را که من قبلا انتخاب کرده بودم، اگر باید داشته باشین که من در اینجا سه رشته را انتخاب کرده بودم که کامپیوتر and دیتا ساینس است، انجینیرینگ است و ایژوکیشن and سایکولوژی است. دوستا اینمی رشته را که شما در اول در مرحله اول تو در رجیستریشن انتخاب میکنین، شما باز هم در اینجا میبینید که تمام از اینا وجود دارد. قسمی که قبلا برای شما گفتم دوستا، وقتی که شما با پورتفولیو کلیک میکنین این صفحه برای شما باز میشه و در این صفحه شما اونم پروفایل را میبینین که تمام رشته ها وجود داره. قسمی که من براتون گفتم اینجا نام همون رشته است که شما انتخاب کردین، اسنادهای تحصیلیتون را اگر اپلود کرده باشین اینجا سبز میشه و در اینجا نوشته میشه که شما اضافه کردین و همچنان اگر موتیویشن لیتر اضافه کرده باشین، موتیویشن لیتر هم بر شما اینجا نشان میده که اضافه شده و زمانی که شما انترنس تست و یا امو امتحان اولیه را میتین در اینجا هم بر شما ذکر میشه که شما ایره انجام دارین. بعدم زمانی که شما تمام این مراحل سپری میکنین دوستا، در این مرحله بر شما امو نمره را که شما به دست آوردین او بر شما ظاهر میشه. زمانی که نمره بر شما ظاهر شد در اینجا بر شما امو وضعیت و یا استاتسی نشان میده که شما آیا ایره میخواین سند بکنین به خاطر ریویو و یا خیر. هر زمانی که شما اینجا کلیک بکنین باز برای شما امی پورتفولیو شما سابمیت میشه و از طرف اوپن دورز چک میشه. خب زمانی که شما بالای هر رشته کلیک بکنین دوستا، بر شما یک تب دیگه وجود باز میشه که اینی تب است. شما میبینین که در اینجا نوشته است ترک را که شما انتخاب کردین بچلر است، تو هنوز آماده نشده برای ارسال، شما انترنس تست ندادین که تو حال امتحان ندادیم ما، تمام دیتا و یا تمام چیزایی که اینجا وجود داره شما در این بخش شما میتونین ببینید. قسمی که قبلا گفتم سه رشته را انتخاب کرده بودیم و به هر سه رشته دوستای عزیز شما اسناد تحصیلی ضرورت دارین، موتیویشن لیتر ضرورت دارین و اچیومنتس که شامل اکادمیک اچیومنت های شما میشه، پابلیکیشن های شما میشه، ریسرچ هایی که شما کردین، اوارد هایی که شما دارین، تمام شامل اچیومنتس میشه. حتی بک‌گراند کاری شما، جاب اکسپریانس شما، تمامش مربوط به اچیومنتس میشه. پس بالای هر رشته که کلیک بکنین، حتی رشته دوم هم کلیک بکنین، این صفحه بر شما ایجاد میشه، باز میشه و شما میتونین در اینجا ببینین که آیا شما فیل کردین، آیا شما اسناد تحصیلیتون را انداختین، اپلود کردین و یا خیر و تمام مجموعه نمره‌ای که بر شما داده شده چند از درجه بر شما نشان میده. پس این پورتفولیوی شما در کل که هر فعالیت را که شما داخل این پیج انجام میدین دوستا، وقتی که ایژوکیشن داکیومنت های شما اپلود میشه، موتیویشن لیتر شما، اچیومنت شما در این صفحه ظاهر میشه. شما میتونین باز بیاین بالای پورتفولیو کلیک بکنین، این صفحه براتون ایجاد میشه و تمام امور رشته هایی را که شما انتخاب کردین کنترل کنین و ببینین که چه چیزایی را اد کردین، چه چیزایی را اد نکردین، نمره ای را که بر شما داده چند است. شما در بخش پورتفولیو میتونین ببینید. خب بعد از اینکه دوستای خوبم مرحله پورتفولیو خلاص شد، با داکیومنتس و یا امو اسنادهای تحصیلی که وجود داره به این مرحله میریم که اینجا بخش ایژوکیشن شماست. شما زمانی که ایژوکیشن کلیک میکنین در امو صفحه اصلی خود بر شما یک پیج به این شکل باز میشه که شما سویه تحصیلی تان را میتونین اینجا انتخاب بکنین که سویه تحصیلی قبلی شما چی بوده. اگر شما فارغ از صنف 12 هستین اینجا میشه که جنرال
سکندری اسکول انتخاب بکنین و یا هم اگر ماستری میخواین اپلای بکنین شما رشته بکنین که بچلر زما خواندین و بچلرتون اپلای بکنین. دوستا شما حق پذیر دارین که چندین بار مثلا تا 3 دانه را میتونین شما همون سویه های تحصیلیتون را اینجا اپلود بکنین. مثلا شما فارغ صنف 12 هستین، اسناد تحصیلی صنف 12 تون را اپلود میکنین. زمانی که بچلر فارغ شدین شما میتونین یک بار دیگه بچلرتون و اسنادهای تحصیلیتون که شامل سرتیفیکیت، دیپلم و یا همون نمرات شما میباشه اینجا وارد بکنین، اپلود بکنین و همچنان در کشوری که مثلا شما همی اسناد گرفتین شما میتونین اپلای بکنین و اینجا اپلود بکنین و نام دانشگاه و یا همون مکتب و یا هر نهاد تحصیلی که شما در اونجا درس خوندین رو میشه اینجا نوشته بکنین. این میتونه دوستای عزیز و باید داشته باشین چیزی را که نوشته میکنین با فارسی نباید باشه. مثلا مکتب حبیبی اگر درس خوندین شما نباید مکتب حبیبی نوشته بکنین، این باید به انگلیسی نوشته بکنین. حتی اگر اسم از اون مکتب با فارسی و یا دری هم هست شما میتونین که به انگلیسی نوشته بکنین. و در صورتی که اسناد تحصیلی شما به زبان انگلیسی نیست که ما مطمئن هستم که اسنادهای تحصیلی که از جمله شهادتنامه مکتب و یا هم ترانسکریپت و یا سرتیفیکیت دانشگاه از اینا به زبان انگلیسی است. احیانا اگر به زبان انگلیسی نیست شما دوستایی را باید به انگلیسی و یا به زبان روسی ترجمه بکنین بعدا اپلود بکنین. در صورتی که شما را به زبان انگلیسی و یا روسی ترجمه نکرده باشین بازی رد میشه و قابل قبول نیست. و در این بخش که اپلود نوشته از دوستا زمانی که شما درجه تحصیلتون انتخاب کردین، کشورتون انتخاب کردین، نام انستیتوشن و یا نمو دانشگاه و یا نهاد تحصیلی انتخاب کردین، سال فراغتتون انتخاب کردین، در این بخش دوستان شما همو اسناد اپلود میکنین که سیستم فایل که پی دی اف باشه، جی پی جی باشه، پی ان جی باشه این انتخاب میکنم. و یک مورد دیگر هم میخوایم براتون بگویم دوستا که در این مرحله یعنی در مرحله اول و یا فرست استیج و یا کامپیوتیشن استیج شما ضرورت ندارین که اسناد تحصیلیتان را ترجمه بکنید. اگر ترجمه میکنید دوستان این یک گپ بسیار خوب است، یک نکته بسیار خوب است، بر شما کمک میکنه. اگر شما ترجمه نمیکنین متوجه باشین که در مرحله دوم که شما راه پیدا میکنین باز اون وقت ضرورت است، حتمی است که شما باید ترجمه از اون اپلود بکنین و بعد از اینکه شما کامیاب شدین دوستان تمام از این اسنادهای شما باید نوترایز یک دارای ترجمه روسیه شود که باز شما میتونید به شکل آنلاین هم وجود داره، میتونید و هم دوستایی که در اینجا وجود داره میشه با اونا با تماس شوین، اونا اسنادهای تحصیلی شما را ترجمه میکنه زمانی که کامیاب شدید. و یک مورد دیگر که دوستا از یاد ما رفت و فراموش ما شد که من باید برای شما بگویم، زمانی که شما اپلای میکنین برای بچلر یک دوست ما سوال کرده بود که من در پروفایل خود بچلر را پیدا کردن نمیتونم. این ما باید برای شما یادآور شم دوستای خوبم که شما در صورتی که سنتان از 23 سال بالاتر باشه شما نمیتونید برای بچلر اپلای بکنید. متاسفانه یک قانون جدید اوپن دورس است، زمانی که سن شما از 23 سال به بالا باشه که شما 24 سال باشین نمیتونید با بچلر و یا هم درجه لیسانس اپلای بکنید که متاسفانه این سال اول است که این قانون اینا روی کار گرفتن. دوستایی که سنشون از 23 سال به بالا است اینا نمیتونن در بچلر و یا هم لیسانس اپلای بکنن. قبلا براتون یادآور شده بودم در جلسه گذشته که دوستایی که گپ تحصیلی و یا همو فاصله فراغتشون مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال و یا 5 سال است اصلا مطرح نیست. اگر شما 4 سال پیش هم فارغ شدین مطرح نیست، اگر 5 سال پیش هم فارغ شدین مطرح نیست. ولی چیزی که امسال اینا اضافه کردن در شرایط خود کسانی که از 23 سال به بالا باشن اونا به درجه لیسانس اپلای کردن نمیتونن متاسفانه. که باز دوستانی که مثلا از 23 به بالا هستن اینا باز میتونن که به ماستری هم اپلای بکنن، به دکترا هم اپلای بکنن که متاسفانه یک محدوده سنی امسال اینا با وجود آوردن که شما از 23 به بالا نمیتونین به لیسانس اپلای بکنید. خب دوستان زمانی که ما شما از مرحله اول گذشتیم و از مرحله داکیومنتس که تمام داکیومنت های خود را اپلود کردیم میرسیم به بخش موتیویشن لیتر که بسیار
رول عمده را دارد در پورتفولیوی شما زمانی که فیلم میکنین. که چیزی که بسیار مهم است دوستا، نحوه نوشتن و یا دقت به خاطر موتیویشن لتر بسیار ضروری و حتمی است که شما باید متوجه از این موضوع باشید. زمانی که شما اسنادهای تحصیلیتان را اپلود کردین، شما وارد مرحله موتیویشن لتر میشین که در موتیویشن لتر قبلا هم بر شما یادآور شدم که هر رشته را که انتخاب کرده باشین، هر ترک را که انتخاب کرده باشین، شما بر تمامش موتیویشن لتر ضرورت دارین. دوستای خوبم، برای هر کدامش جداگانه موتیویشن لتر ضرورت دارین، انگیزه نامه ضرورت دارین که به هر کدامش باید شما جداگانه نوشته بکنین. توصیه من دوستای خوبم بر شما است که کوشش بکنین یک الی دو رشته بیشتر انتخاب نکنین. چرا که وقتی که شما مثلا اهدافتون رو میگین و زمانی که شما موتیویشن لتر را که نوشته میکنین، انگیزه نامه را که نوشته میکنین، شما در وجه ذکر میکنین که شما چرا این رشته را انتخاب کردین، هدفتون چیست و به خاطر آینده شما چی میخواین. خب زمانی که شما در یک رشته نوشته میکنین، تمام اهداف، تمام گولتون را نوشته میکنین، ولی وقتی که میاین یک رشته کاملا مختلف انتخاب میکنین و در رابطه با او هم شما موتیویشن لتر نوشته میکنین، خب این یک کمک چالش برانگیز است. خب اونا چون این موتیویشن لتر شما را مورد مطالعه قرار میدن، مورد ریویو قرار میدن، برای اونا هم سوال میشه که شما چطور یک بار موتیویشن لتر نوشته کردین که اهداف و آرزوی میز که میره بخونه و میاین باز دوباره یک چیز دیگر انتخاب میکنین. یک کمک خوب است که دقت به خرج بدین. اما شما مثلا وقتی که رشته کامپیوتر و دیتا ساینس انتخاب میکنین، باز شما متوجه باشین دوستا، زمانی که بالای کامپیوتر و دیتا ساینس در بخش موتیویشن لتر و یا هر چیز دیگه که شما انتخاب کردین ادر کلیک میکنین، شما اینجا بخش ساینتیفیک اینترست شما وارد میشه، بر شما میآید که شما مثلا کامپیوتر ساینس میخواین. هر کدوم از این یک خوب دومین جدا داره. مثلا شما در بخش کامپیوتر ساینس که میخواین تحصیل خود را ادامه بدین، در بخش نیچرال ساینس میایین، بعدا در مرحله دومش که اینجا امور رشته شما امور ساینس که است مربوط رشته‌ای که میشه، شما دقیقاً در این دومین کدام ساینس و یا هم کدام رشته دقیق را شما میخوانید، کدام فیلد را میخوانید. بعدا شما در اینجا انتخاب میکنین مثلا کامپیوتر ساینس را میخوانید و در مرحله بعدی که سومش است شما رشته تان را و یا فیلدتان را و مسلکتان انتخاب میکنید. در بخش نیچرال ساینس، بعدا کامپیوتر استادیز و در مرحله سومش شما همون کامپیوتر ساینس و یا آرتفیشال اینتلیجنس و یا هر چیز دیگه که در اینجا انتخاب میکنید. بعدا شما وارد مرحله دوم میشین که باز در اونجا شما میتونید موتیویشن لترتون رو نوشته بکنید که وقتی که شما اینجا همون اسکوپتون را و یا همون دومینتون را انتخاب کردین، قسمی که قبلا یادآوری شدم، ساینس دومین را که شما انتخاب کردین نیچرال ساینس. خب ما برای شما یک مثال می‌زنم. زمانی که شما یک انتخاب می‌کنید وارد از رشته میشین، برای شما واضح و آشکار است شما میتونید که برین همون رشته دلخواهتون رو نظر به مو دومینی که نظر به مو اسکوپی که شما انتخاب بکنین. بعدا میتونید که باز موتیویشن لترتون رو در مطابق نوشته بکنین. خب اینجا برای شما نیچرال ساینس، بعد از این کامپیوتر انفورمیشن ساینس و در بخش رشته تان و یا مسلکتان کامپیوتر ساینس اند انفورمیشن سیستم و یا هم آرتفیشال اینتلیجنس و یا هر علاقمندی که شما دارین، نظر به ذوق شما، نظر به توانایی شما، نظر به چیزی که میخواین میتونین انتخاب بکنین. دوستان متوجه باشین که هم برای بچلر می موضوع وجود داره و هم برای ماستر و هم برای دکترا، تمامش به یک شکل خوبی میشه. خب ما اینجا که بچلر خانه‌پوری کردیم، متوجه باشین وقتی که شما این اسکوپ انتخاب میکنید، برای شما در بخش بچلرز میگه که پرسونال گولش، اهداف شخصی خود را بگوید، چی اچیفمنت ها و یا هم چی دستاوردهای مثلا شخصی دارین شما در رابطه به این رشته را که شما انتخاب کردین. هر رشته‌ای که شما انتخاب میکنین حتما شما علایق به او دارین، حتما کدام دستاورد دارین، کدام کاری رو به خاطر از انجام دادین، شما میتونید به این بخش ذکر کنید. قبل اینکه به نکات بریم، خوب است که شما
تمام این خانه‌ها و یا این آپشنی که بر شما وجود داره کوشش بکنید که موتیویشن لتر را که شما نوشته میکنید در مجموع در حدود 500 و یا هم 700 ورد باشه که زیادتر از او باز بسیار زیاد میشه و موضوع و یا هدف هم از پیش از اونا کمی گم میمونه. پس خوب است که روی هدف تمرکز بکنید. زمانی که شما پرسونال گولتون رو نوشته میکنید متوجه باشید همیشه خودتان باشین دوستان. چیزی که میخواین انتخاب بکنین واقعا هدفتون چی شما میخواین انتخاب بکنید. وقتی کامپیوتر ساینس میخوانین هدفتون از کامپیوتر ساینس چی است؟ دوستان من میفهمم که اکثریت شاید از AI کمک بگیرن موتیویشن لتر خود نوشته بکنن، ولی اگر خودتون نوشته بکنین با زبان عامیانه تون نوشته بکنین با سطح انگلیسی که دارین دوستان نوشته بکنین، برای از اینا واقعا قبول است. اینا بسیار کمک میکنه به این. پس زمانی که شما موتیویشن لترتون رو نوشته میکنین دوستان در هر جایی که نوشته میکنین و یا هم در یک ورق و یا درافتتون و یا هم در یک صفحه ورد متوجه باشین که هدفتون را همون چیزی که واقعا میخواین و یا چیزی که واقعا آرزو دارین باید نوشته کنین. بعداً دوم اینجا شما حق پذیر دارید هر ورد حق در نوشته بکنین، اجازهش دارین، ولی متوجه باشین که تمام می خانه هایی را که شما فیل میکنین پر میکنین از 700 و یا 500 ورد بیشتر نشد، چون زودتر میشه که هدف گرفت و زودتر میشه که بالای همون موردی که شما فوکس دارین زودتر به اون رسید. پس متوجه باشین که در بخش پروفشنال اچیومنتتون دوستان، در بخش پروفشنال اچیومنتتون چیزایی را که شما در گذشته انجام دادین و یا هم اصلا شما مثلا وجود نداشته و یا هم انجام ندادین و مثلا دوستایی که برای مستری اپلای میکنن حتما نقاط قوتتون رو ذکر بکنید. چرا ممکن پیپرسپنس میکنن؟ چرا ما دوست دارم؟ چرا در گذشته انجام دادین؟ آیا ما کدام کار مثلا مثل انترنشیپ یا هم والنتیر در کدام ارگانایزیشن در کدام جای کار کردیم یا نکردیم؟ خوب است که یک بک‌گراند که بسیار کوچک در رابطه با پروفشنال اچیومنتس و یا همون دستاوردهایی که داشتین در این بخش ذکر بکنین، بسیار کمک میکنه. چرا که در اول که شما همون گولتان را میگین که چرا اینا میخوانین، بعد از این نشان میده که شما واقعا قبلا آن در این مورد انوالو بودین، در این مثلا کامپیوتر ساینس در رابطه با این رشته شما معلومات داشتین، بسیار کارهایی انجام دادین. خب این بر شما کمک میکنه که این مرحله پروفشنال اچیومنتس متوجه شید که او چیزی که در گذشته انجام دادین و یا هم میخواین انجام بدین را متمرکز شوین. بعدا در مرحله بعدیش که چرا شما این سابجکت انتخاب کردین، چرا کامپیوتر ساینس میخوانین، یک دلیل بسیار برش بگوید. همون که مثلا شما از او حاصل بکنین در این بخش نوشته بکنین، بسیار کمک میکنه. بخش نوشته کامپیوتر ساینس نوشته بکنین، پس یک موتیویشن لتر قوی نوشته بکنین چون نمره بسیار زیاد داره و بسیار کمک میکنه شما به استیج دوم وقت پیدا بکنین با نمره بسیار خوب. خب دوستان زیاد برای نمیپیچیم، پس قبلا برای بکلر ما با شما این موضوع رو گفتم، شما بتونین که برای ماستر هم همین مراحل پیش ببرین، ولی در ماسترز بر شما یک آپشن دیگه هم باز میشه که شما باید اون متوجه باشین که چیزی که در اینجا اضافه شده description of scientific interest تون است که شما باید امو علاقمندی را که برای یک فیلد دارین و یا هم میخواین در او ماستری تون را بگیرین و یا چون ماستری اکثرا در رابطه با ریسرچ است و یا همون اسکوپ ریسرچ تون را باید دوستا در اینجا فهم بکنین، متوجه باشین که واضح باشه که گول دقیقا مثل که برای بچلر اپلای میکنین یا برای ماستر هم همونطور از اهدافتان باید مشخص باشه، گول را که دارین مشخص باشه، حقیقی باشه. پروفشنال اچیومنتتون چیزی که خیلی برای بچلر برای ماستری مهم است دوستا، همین دستاوردهای گذشته تان در رابطه با می رشته که انتخاب کردین است. پس متوجه باشین که از دستاوردهای گذشته تان هر آن کاری که بوده، اگر شما در زمینه با کامپیوتر ساینس کدام ترینینگ خاص داشتین، کدام خاص داشتین، هر چیزی که کار خاص کردین در کامپیوتر رشته یعنی هر رشته دیگه که شما علاقه‌مندی شده
کوشش بکنین که در این مرحله همون پروفشنال اچیومنتتون را و یا همون بک‌گراندتون که پروفشنال اچیومنتتون شامل همون وظیفه‌ای که قبلا هم داشتین او هم شاملش میشه که شما اگر کدام وظیفه هم داشتین میشه که شما در اینجا اضافه بکنید. دوستان چیز دیگه که شما باید متوجه باشین این است که برای ماستر شما کوشش بکنین نسبتاً زیادتر نوشته بکنین. حداقل 700 الی 1000 words باید باشه زمانی که شما یعنی موتیویشن لیترتون رو نوشته میکنین. چیزایی که خیلی مهم است براتون گفتم که باید واضح باشه، تمرکزتون بر آیندهتون باشه، اهدافتون باید مشخص باشه. همو دستاوردهای گذشته که حتی شامل وظیفه و یا هر چیز دیگه که مثلا اکادمیک و یا پروفشنال باشه شما میتونین که در این بخش نوشته بکنین. بعدم دلیل از اینکه شما چرا میخواین این رشته را بخونین این باید ذکر بکنین، واضح باشه. و چیزی که خیلی مهم است این رشته را که میخوانین باید مرتبط به پلان های آینده تان باشه. زمانی که من مثلا کامپیوتر ساینس میخوانم، خب در آینده من میخوام چی کار را انجام بدم، میخوایم چی کاره شوم، این باید به این شکل شما دوستان همون استراکچرش و یا همون تعدادش باید به این شکل شما نوشته بکنین و جور بکنین. و همچنان دلیلی که شما چرا در روسیه درس میخوانین این مهم است. شما باید دلیل قانع کننده، یک دلیل بسیار خوب و همچنان چیزی که مرتبط برای آیندهتان باشه شما باید در اینجا یادآوری بکنید. خب زمانی که موتیویشن لتر هم تمام شد دوستای خوبم، شما میتونید که به مرحله اچیومنتس وارد شوید. چیزی که خیلی مهم است در اچیومنتس دوستا که شما باید متوجه باشید، من چند نکته را به اینجا یادآوری شدم که شما چه چیزایی را باید انتخاب کنید، ولی اینجا برای شما بسیار گزینه‌ها، بسیار آپشن برای شما وجود داره. زمانی که اچیومنتتون را اضافه میکنین بسیار بر شما کمک میکنه که او میتونه یک سرتیفیکیت از یک زبان خارجی باشه، او میتونه یک کورس آنلاین باشه، او میتونه یک جاب اکسپریانس و یا ورک اکسپریانس شما باشه، او میتونه یک مقاله باشه، یک اپلیکیشن باشه که ما اینجا یادآور شدیم. به شکل مثال شما میتونین اگر توفل دارین، اگر آیلتس دارین دوستا و یا هم هر سرتیفیکیت دیگه را که دارین شما اپلود بکنین. باید یادآور شوم که توفل و یا آیلتس دی ضرورت نیست دوستان دارین، اما شما اگر در بخش اچیومنت شما را اضافه میکنین با شما کمک میکنه، یک نمره زیادتر میتونین به دست بیارین. و یا هم هر سرتیفیکیت دیگه از هر زبان و یا از هر نهاد دیگه که دارین شما میتونین در بخش اچیومنت اپلود بکنین. اگر کدام سرتیفیکیت زبان از کدام اینستیتوت دارین، از هر جای دیگه که دارین، مثلا اگر کدام اوارد دارین، کدام تقدیرنامه دارین، میتونین در بخش سرتیفیکیتس و یا هم در رابطه با فورین لنگویج و یا هم زبان خارجی شما اضافه بکنین. لازم نیست که حتما زبان انگلیسی باشه. شما اگر در زبان فرانسوی، جرمنی و یا هر چیز دیگه که شما سرتیفیکیت دارین، بعضی دوستا از مکتب عمومی و یا هم استقلال فارغ شدن، اونا اسنادهای زبان دارن، اونا میتونن اپلود بکنن، بسیار برشون کمک میکنه. و همچنان هر کورس آنلاین را که شما خواندین دوستا، در این روزا کورس های آنلاین بسیار زیاد است، شما حتما سرتیفیکیت هایش دارین، بسیار بر شما کمک میکنن. زمانی که شما را فیل میکنین بر شما یک لینک میاد، خب اول نامش نوشته میکنین، بعدا همون لینک کورس و یا همون نهاد که شما از اونجا گرفتین به اونجا اپ میکنین، بر شما همین اوارد و یا همین بساوردین در اونجا همیشه. دیگه که خیلی مهمه که اکسپریانس تان است، یک اچیومنت بسیار خوب میتونه بر شما باشه. هر شما شریک لایک و ورک اکسپریانس بسیار زیاد دارین، مثلا در کدام جای، در کدام نهاد، حتی اگر والنتیر کار کردین دوستای شما اپلود بکنید در اینجا. من اینجا یک دونه اضافه کردم، شما میتونین که بسیار زیاد اپلود بکنین. من مثلا از فورین لنگویج سرتیفیکیت یک دونه اضافه کردم، شما میتونین 2 تا اضافه بکنین، 3 تا اضافه بکنین. کورس های آنلاین به این شکل میتونین 2 3 تا اضافه بکنین، نظر به تجربه کاری که شما دارین، تجربه کاریتون رو نوشته بکنین، اضافه بکنین. و هم چیزی که بسیار کمک میکنه برای کسایی که
ماستری میخونن، اگر کدام مقاله و یا کدام نشریه داشتین شما میتونید اضافه بکنید در رابطه با هر موضوعی که بوده. و دوستایی که مثلا برای دکترا اپلای میکنن و اونا 100% ضرورت به ای دارن که یک اپلیکیشنز و یا هم یک نشریه داشته باشن. پس این بر شما بسیار کمک میکنه دوستان. شما زمانی که برای اد کلیک بکنین، شما هر اچیومنتسی که داشته باشین زیاد است سلکت بکنین، اپلود بکنین. و تقریبا چند دوست ما از من سوال کرده بود که آیا letter of recommendation ضرورت هست و یا خیر. اونا یادآور شده بودن که من هیچ کدام letter of recommendation ندیدم. دوستان در زمانی که شما ورک اکسپریانس تون اد میکنین، شما یک رفرنس از جایی که کار کردین اضافه میکنین، ولی letter of recommendation یک چیز حتمی و ضروری نیست. اگر اپلود میکنین خوب است، اما اگر اپلود نمیکنین هیچ مشکل وجود نداره. شما میتونین بدون letter of recommendation امی اسکولارشیپ و یا همی رجیستریشن تون را پیش ببرین. در بعضی از بورسیه ها letter of recommendation ضرورت است، ولی در بورسیه اوپن دورز ضرورت نیست. اما اگر شما من حیث یک اچیومنت و یا هم من حیث یک بکاپ اپلود میکنین بسیار خوب است. خب دوستان زمانی که از مرحله فیلینگ پورتفولیو که شامل داکیومنتس، موتیویشن لیتر و اچیومنت هایی که مربوطش میشه گذشتیم به انترنس تست میرسیم. قبلا هم برای شما یادآور شدم دوستان که شامل مرحله فرست استیج و یا هم کامپیتیشن استیج می باشه که انترنس تست هم شامل است. شما هر زمان میتونین که این انترنس تست رو بتین قبل از اینکه به ددلاین برسین دوستان. قبلا هم برای شما یادآور شدم هر رشته را که انتخاب کردین دوستان، ما ایرا تمامش به گونه مثال برای شما اینجا یادآوری کردیم. تمامش به گونه مثال یادآوری کردیم. ما چون از لحاظ پرایوسی و ما نمیتونیم که همو صفحه اوپن دورس بر شما اوپن بکنم و مرحله به مرحله بر شما فیل بکنم، چون خلاف قانون است و ما نمیتونستیم این کار رو بکنیم. به مول لحاظ ما اسکرین شات گرفتیم بر شما پرزنتیشن رو جور کردیم که بر شما انشاءالله مفید است. و در صورتی که بعضا سوال می داشته باشین و هر چیزی دیگه باز میشه که صفحه ما را فالو بکنین، ما معلومات بیشتر بر شما انشاءالله شریک می سازم. دوستان عزیز، به مرحله انترنس تست و یا هم مرحله آخر مرحله اول میرسیم که انترنس تست است که شما باید 3 امتحان که ما 3 رشته را انتخاب کرده بودیم. شما 3 امتحان بازم قسمی که قبلا یادآور شدم بر شما، هر رشته را که انتخاب میکنین و هر کدام از او اچیومنت ست میکنین و هر کدام از او موتیویشن لیتر اد میکنین و هر کدام از او امتحان میدین که امتحان شما دوستای خوبم شامل 45 تاسک می باشه که هر تاسک شما 1 نمره داره که در مجموع بلندترین نمره 45 نمره می باشه دوستان، که 60 دقیقه بر شما وقت میده که شما در 60 دقیقه سوالاتی را که مالتیپل چایس کوئسچن و یا هم سوالات 4 جوابه و یا هم چندین جوابه است شما انتخاب میکنید. زمانی که شما امتحان میدین، وقتی که گیت استارت میزنین و یا شروع میکنین به امتحان گیت تست، شما وارد مرحله امتحان میشین. یک صفحه برای شما ایجاد میشه، بر شما 60 دقیقه وقت میده. شما زمانی که تمام از این تاسک ها را انجام دادین، هر سوال 45 نمره داره. زمانی که شما تمام سوالات رو درست حل میکنین دوستا، امی 45 نمره و یا کم و بیشی را که به دست میارین، این جمع امی نمرات را که شما از پورتفولیو گرفتین میشه و در اخیر این با استیج دوم شما ضرب میشه که با ضریب 50 ضرب میشه که باز بعدا شما هر نمره را که گرفته باشین نظر به او شما کامیاب و یا هم اوپن دورز 3 حالت داره که وینر و یا رنر اپ و یا هم که شما کامیاب نمیشین و یا فیل میشین. شما 45 سوال تاسکش انجام میدین که دوستان باز ما در رابطه با این که شما در امتحان چی کارایی بکنین و یا هم مرحله دوم چی امتحان سپری بکنین
باز هم یک سشن معلوماتی می داشته باشیم که باز به جزئیات بر شما معلومات میتونم، ولی فعلا باید هم بر شما بگویم که این 45 نمره اسکوری را که شما دارین و نظر به پورتفولیویی را که شما باید براتون دوباره نشان بدم. نظر به پورتفولیویی را که شما ایجاد میکنین دوستا بر شما اسکور داده میشه. هر کدام از این اسکور داره که قبلا براتون گفتم که پروفایل شما مثلا کامپیوتر ساینس است، داکیومنت که شما اپلود میکنین، موتیویشن لیتر را که نوشته میکنین، تمام از این اسکور داره. در اینجا شما میبینید در رابطه با ایژوکیشن داکیومنت شما هر چیزی که است شما وقتی که اپلود میکنین بر شما نمره داده میشه، موتیویشن لیتر بر شما نمره داده میشه و اچیومنت بر شما نمره داده میشه. این نمرات جمع نمره انترنس تست شما میشه. هر نمره که شما میگیرید بعداً این با ضریب 50 ضرب میشه و بعداً جمع مرحله دوم با امو نمره که شما از مرحله دوم حاصل میکنین جمع میشه که باز در اخیر نتیجه شما هر چیزی که باشه شما وینر و یا رنر اپ میشین و یا هم که امیدوارم رحلتون کامیاب شوید. شما هم اگر نشدین باز انشالله سال دیگه میشه که کوشش بکنید امتحان بده. پس در مرحله انترنس تست دوستا شما 45 سوال دارین، 45 نمره اسکورش است و 60 دقیقه وقت داره و هر کدام از ایرا دوستای عزیز شما جداگانه امتحان میدین. پس خوب است که شما یک رشته و یا دو رشته انتخاب بکنین، برای خود فشار نبیارین، تمرکز بکنین در صورت که میخواین کامیاب شوین و نتیجه ایرا که شما چند نمره گرفتین زمانی که خلاص میشه این به شکل نمونه دوستان، فقط به شکل نمونه اینجا بر شما کار کردم تا بر شما یک مثال باشه که شما تاریخی که استارت کردین، ساعتی که استارت کردین و زمانی که امتحان شما ختم شده تمام شده بر شما ذکر میکنن و یک ترک از امو امتحان شما میباشه که شما همچنان میتونین اینو ببینین. زمانی که کلیک بکنین معلوم میشه بر شما که چند سوال درست حل کردین و یا هم چند سوال از پیش شما اشتباه شده. پس و همچنان باید یه بر شما یادآور شم دوستان که اگر امکان داشته باشم من یک بار فقط این صفحه اوپن دورس بر شما اوپن میکنم و شما دوستان اینجا میبینید که صفحه عمومی اوپن دورس است، وبسایت اوپن دورس است. قبلا هم بر شما یادآور شدم 63 روز شما وقت دارین، شما میتونید از اینجا اپلای بکنید و دوستا 185 کشور تا فعلا اینجا وجود داره که بیشتر از 1,46,000 نفر اپلای میکنن. تقریبا در مجموع بیشتر از 6,300 نفر برنده میشن. بورسیه تعدادش بسیار زیاده است و اما متقاضی هم بسیار زیاده است. پس اگر شما یک پروفایل خوب، یک پورتفولیوی خوب، یک موتیویشن لیتر و یک تفاوت بکنین حتما شما جلو کسانی هستین که استان در بین 6,300 نفر وجود دارد. کشور روسیه واقعا اسکولرشیپی را که میده از نظر به تمام کشورهای دیگه هست تعدادش بسیار زیاد می باشد دوستان. خب زمان در تمام رشته که شما میدید هر که دوست داشتن در رابطه با این رشته معلومات حاصل بکنین. تمام از این معلومات شما میتونین به دست بیارین. همچنان شما ببینید که ددلاین بر شما اجازه شده که از اول سپتامبر الی 16 نوامبر است که در مرحله اول شما فعلا قرار داریم که اون پورتفولیو فیلینگ است که من باز بر شما معلومات دادم. بعد از اینکه مرحله اول شما سپری شد که تاریخ 16 نوامبر است ددلاین شما است که شما پورتفولیویتون سابمیت بکنین. در صورت اگر نکردین بعدا شما با از تاریخ 17 و 27 نوامبر بر شما نمرات میشه که باز شما میتونید که بعد ببینید. و دوستایی را که در رابطه با دانشگاه ها گفته بودم که برن معلومات حاصل کنن، دوستا بالای هر دانشگاه که انتخاب بکنید اینجا کلیک بکنید معلومات مکمل در رابطه با اون دانشگاه وجود داره. شما میتونید برین معلومات مکمل در اون دانشگاه را بخونید، رشته هایی که وجود داره، چیزایی که وجود داره شما میتونید تمام معلومات را حاصل بکنید، خود را مطمئن بسازید، بعدا دانشگاه هایتون انتخاب بکنید. اکثریت دوستا از قبل معلومات داشتن، آمادگی گرفته بودن، اونا شاید مرحله اول سپری کرده باشن، اما دوستایی که تا فعلا آمادگی نگرفتن میتونن برن دانشگاه ها را انتخاب بکنن. تمام دانشگاه های موجود یا اوپن دورس هست، شما میتونید در اینجا ببینید و برین انتخاب بکنید.
خب ما شما در بخش انترنس تست بودیم. ما میخواستیم اینجا بیایم بر شما یک مثال بتون دوستا که نمونه سوالات چه قسم است. زمانی که کامپیوتر ساینس بگونه مثال ما شما کامپیوتر ساینس میخوانیم، اینجا میریم بالای کامپیوتر ساینس انتخاب میکنیم، کلیک میکنیم. شما در اینجا میتونین ببینید که ماسترز اند دکترال ترک است، پست دکترال است. شما میتونین در اینجا ببینید هر کدامش که کلیک بکنین دوستا برای شما معلومات در رابطه با اون ترک و یا مستوی تحصیلی آشکار میشه، شما میتونین که ببینید. پس اینجا دیمو ورژن که از دوستا شما یک نمونه از سوالات رو شما میتونین ببینید. شما زمانی که را دانلود بکنین و هم اوپنش بکنین، شما میتونین که یک نمونه از سوالات که قرار است برای شما بیاید اینجا ببینید. سوالات شما میتونه که تشریحی باشه، میتونه که دوستایی که مثلا کامپیوتر ساینس میخوانن و یا ماتماتیک میخوانن و یا هم انجینیرینگ میخوانن، خب طبعا اونا تمام از این سوالات رو درک میکنن، ریاضیات حتما بلد هستن. پس این نمونه سوالات است. شما دوستان میتونید نمونه سوالات رو اینجا ببینید. شما میتونید که مرحله اولتون رو بسیار خوبی سپری بکنید. مرحله اول شما اگه انترنس تست میتین که این یک مرحله آزمایشی هم میتونه بر شما باشه که تا بتونید در مرحله دوم آمادگی کاملتان را داشته باشید. پس ببینید که یا سوال به این شکل برای شما میآید، سوال به این شکل برای شما میآید، تسک اول شما تسک دوم دارین که میتونه به این شکل باشه. یعنی نحوه سوالات مختلف می باشه. قبلا برای شما یادآور شدم 45 سوال است و این 45 سوال میتونه به هر نحوه باشه، به هر شکل باشه و نظر به حدش در شما دوستا که واقعا مغلق است و جوابش نیست، یک اسسمنت هم برای شما داده شده و شما میتونین که چگونگی حل کردن از این سوال هم شما میتونین پیدا بکنید. خب دوستایی که البته کامپیوتر ساینس میخوانن مطمئنا با پایتون لنگویج و یا هر چیز دیگه که هست مثلا اینا بلدیت داشته باشن، حتما یک تجربه دارن در رابطه با این. پس سوالاتی را که در جلسه گذشته هم یادآوری شده بودم در این جلسه هم بر شما یادآور میشم، اینا مرتبط با امور رشته تحصیلی است که شما انتخاب میکنید. خارج از اون نه سوال وقتی که شما کامپیوتر ساینس انتخاب میکنید استاد سوالات کیمیا مربوط به کامپیوتر ساینس میشه. شما اینجا بیولوژی، کیمیا و یا هم چیز دیگه ندارید. خب مثلا اگر کدام رشته دیگه انتخاب بکنید که بیولوژی و یا بایوتکنولوژی و یا یکی از اینا باشه، شما دوستان میتونید ببینید سوالاتی که مرتبط به این باشه. هر کدام از این سوالات رو شما چک بکنید، نمونه سوالات را خود را آماده بسازید. هنوز وقت زیاد دارین، فرصت زیاد دارین، تمام اسناداتون رو آماده بسازید، تمام چیزایی که ضرورت است شما میتونید پیدا بکنید، آمادگی خاصتون رو بگیرید. ان شاء الله شما از جمله کسایی میباشین که در این بورسیه یاد میشین. من مطمئن هستم و من هر چیزی که باشه لازم باشه من شما معلومات میتونم. اگر سوال داشته باشید هر چیزی دیگه که هست پرسان بکنین، همراه ما شریک بسازید و بر شما ان شاء الله معلومات میتونم. خب زمانی که انترنس تست هم سپاری کردیم، اگر به یاد داشته باشین دوستان، من بر شما گفته بودم که پورتفولیو را انتخاب میکنین در مرحله اول. قبلا اگر متوجه شده باشین به اینجا وقتی که ما کامپیوتر ساینس انتخاب کرده بودیم هیچ نوع اسناد تحصیلی وجود نداشت، اما فعلا نوشته میکنه که اینجا فیلدین است، یعنی ما اسناد خود اپلود کردیم، موتیویشن لتر ما را اپلود کردیم. انترنس تست که ما اما تو یک امتحانی فقط یک کلیک کرده بودم که شما باید متوجه از این موضوع شوید. شما اینجا میبینید که بتونتون که از چند گرفتیم و همچنان در مجموع ما چند نمره برای کامپیوتر ساینس گرفتیم. اینجا بر شما ذکر میشه. شما میبینید که در مجموع توتال اسکور من 93 هست. ما 93 گرفتیم که اگر ما امتحان را میدادم 45 نمره را میگرفتم، تمام از این چیزا با هم جمع میشد، باز آماده به این میشد که من سابمیتش کنم. پس اچیومنت ما که اپلای کردیم دوستا، قبلا بر شما یادآوری شدم که پابلیکیشنز، جاب اکسپریانس، هر سرتیفیکیت و یا هر دستاوردی زمانی که شما اپلای کنید که
باید داشته باشیم دوستان. من کلیک کرده بودم اینجا خالی بود، اما فعلا شما میبینید که تمامش فیل شده، تمامش پر شده. معلومات در رابطه با اسناد تحصیلی من که ما در کجا درس خوندیم خوبی به شکل نمونه است، به شکل مثال است که مثلا مکتب ما انتخاب کردیم که بر من 20 اسکور داده و موتیویشن لتر خدا که اپلود کرده بودم بر من 20 اسکور داده و اچیومنت هایی را که مثلا شامل تافل، شامل کورس آنلاین، شامل جاب اکسپریانس و پابلیکیشنز از دید ما دوستای خودم کسایی که برای بچلر اپلای میکنن اینمی اچیومنت ها رو شما اپلود بکنین بسیار خوب است. اگر پابلیکیشن اپلود بکنین، ورک اکسپریانس اپلود بکنین، هم سرتیفیکیت و یا اوارد هر چیزی که شما دارین دوستا، حتی اگر کدام دستاورد در کدام بخش غیر اکادمیک داشته باشین، مثلا بخش ورزشی می باشه، میتونین اپلود بکنین و بر شما اسکور داده میشه و تمام از اینا که دوستا تمام شد آماده به وریفیکیشن و یا هم آماده به این میشه که سند کنین. زمانی که ما اینا سند میکنیم، سابمیت میکنیم دوستا، باز برای ما شما اون مرحله باز بعد از تاریخ 16 تا 7 نتیجه میره که ما شما چند میتیم بعدا باز میره مرحله دوم که مرحله دوم امتحان آنلاین است که تقریبا 160 فکر کنم 160 یا هم 120 دقیقه می باشه که شما به این شکل امتحان را سپری میکنین. سوالا بر شما از چند رشته میاد، شما میتونین دوستا برین چک بکنین اون دیمو ورژن های سوالات که از اون سوالایی که به شکل نمونه است در صفحه اوپن دورز چک بکنین، بر شما بسیار کمک میکنن. چیزایی که خیلی مهم است، اسنادایی که ضروری است و همین منداتوری است حتما اپلود بکنین، چون بدون از او امکان نداره که شما وارد مرحله دوم برین و یا هم فیل میشین، مستقیما فیل میشین. و سابمیت کردن و یا اپلود کردن داکیومنت ها بدون ترجمه خب در این مرحله مهم نیست، ولی در مرحله دوم و یا بعدی حتما مهم است. اما اگر شما اسناد تحصیلی ترانسکریپتون شما در یکی از دور ترجمه های کابل و یا افغانستان ترجمه بکنین و چیز دیگه که مهم است دوستا، پاسپورتتان را ترجمه روسی بکنین در یکی از دور ترجمه ها و این اپلود بکنین. زمانی که شما اپلودش میکنین در اوج آپشن براتون میاد شما به کدام زبان اپلود میکنین. شما میتونین که زبانش انتخاب بکنین، هم به زبان روسی هم به زبان انگلیسی شما میتونین که اپلود بکنین. و پیش از اینکه اسنادهای خود را سابمیت بکنین و یا اپلود بکنین حتما یک ریویو بکنین، موتیویشن لترتون را ریویو بکنین، دقت به خرج بتین، وقت برش بتین دوستا، عجله نکنین، وقت زیاد است. اگر میخواین شما مثلا کامیاب شوین باید حد اکثر کوششتان را انجام بدین. و یک بار دیگه میخوایم در رابطه با دیدلاینز براتون بگویم که رجیستریشن از تاریخ اول سال 2025 آغاز شده که تا 16 نوامبر جریان داره و پورتفولیو دیدلاین و یا همانی سابمیت داکیومنت های شما که مربوط ایژوکیشن داکیومنت هایتان، موتیویشن لتر و اچیومنت شما می باشد تا تاریخ 16 وقت داره که بعد تاریخ 16 این به مرحله ریویو میره که تاریخ 27 نتیجه شما میاد، تاریخ 28 یا هم 27 نتیجه شما دوستای عزیز میاد که این نکته را باید متوجه باشین، آمادگیتون رو بگیرین. انشالله ما آرزوی دیگه میکنم که شما از جمله کسایی باشین که برنده از این بورسیه شوین. خب دوستان برای فعلا چیزی را که من آماده داشتم در رابطه با استیج اول همین بود. شما اگر کدام سوال دارین یا هم کدام نظریه دارین، کدام پیشنهاد دارین، میشم روی مشارکت بسازیم. تشکر بسیار زیاد. امروز صاحب اگر در جلسه هستین از پیام ها سوالات که هست جنبندی کنین، 2 یا 3 سوال مهم است در بینش. بعد از اون میشه که از دوستایی که دستای خود بالا کرده یک به یک نوبت بدین که سوالات خود مطرح میکنن. صافی صاحب باز هم سلام خدمت همه. چشم من پیام ها را بررسی میکنم، در بینش سوالات بسیار مهمه انشالله بیان میکنم. یکی از دوستای ما سوال کرده، گفته به خاطر سنی که شما ذکر کردین آیا در بخش دکترا هم چون این چیزی است، یعنی محدودیت سنی وجود داره؟ تشکر همراه صاحب عزیز. در بخش بچلر
این محدودیت سنی وجود داره که قبلا یادآور شدم کسی که 3 سال به بالا باشه بعد بچلر اپلای کرده نمیتونه. ولی در بخش دکترا کدام محدوده سنی وجود نداره، اما به پست دکترا اونا نباید یعنی کمتر از 39 سال باشه. سوال بعدی را میگیریم. گفته اگر در ثبت نام خود غلط کنیم آیا شامل امتحان میشیم؟ خب دوستان شامل امتحان میشین، شامل امتحان، اما قبل از این که شما برین مثلا به استیج دوم، در مرحله اول اصلا مشکل وجود نداره، یعنی تا تاریخ 28 نوامبر شما وقت دارید، شما هنوز هم وقت دارید. اگر خدای نخواسته است نام شما اشتباه شده میتونین که به تکنیکال سپورت خود اوپن دورز مراجعه بکنین. وقتی شما وارد اکانت خود میشین شما بالای اوپن دورز کلیک بکنین، در بخش فیدبک بر از اونا همین مشکلتان را ارائه بکنین، شاید او بر شما یک لینک را روان بکنه که بتونین تصحیح بکنین اسمتان را، که مطمئنا نموت یک چیز وجود داره. اما در صورتی که مثلا یک چیز اتفاق نفتاده باشه کوشش بکنین که معلومات را که وارد میکنین دقیق باشه. امکان از این وجود نداره که شما دیگه اکانت کرییت بکنید، چرا با همون نام دیگه یک بار وارد اکانت میتونین شوین، ولی برای نامی که مثلا شما قبلا وارد سیستم اوپن دورز کردین وارد اون نمیتونین. پس کوشش بکنین که دقت کامل به خرج بدین زمانی که شما اسمتون را وارد میکنید، چون من در اولم بر شما ذکر کردم که شما در مرحله پروفایل شما تنها زبانتان را، ترک هایتان را و رشته هایتان را تغییر داده میتونید، اما سال تولدتان، ایمیلتان و همچنان اسمتان و تخلصتان را تغییر داده نمیتونید. بسیار خوب. سوال آخر من این سوال آخر میگیریم. گفته که آیا برنامه های اوپن دور که شما تشریح میکنین فقط در خصوص بخش لیسانس است یا دکترا هم شامل میشه؟ دوستان عزیز شامل لیسانس هم هست، شامل دکترا هم هست، شامل ماستری هم هست و شامل پست دکترا هم هست که تقریبا 4 ترک وجود داره: لیسانس، ماستری، دکترا و مافوق دکترا. تشکر شهید صاحب. من حیث کسایی که دست خود بلند کردن سوالاتشون میگیریم. مختصر از سمیم تقاضا میکنیم که سوال خود مطرح بکنن. سلام علیکم محترم، صدای ما داره؟ و علیکم سلام. بله سلام علیکم. خیلی بزرگوار بسیار تشکر، آموزنده بود، با قد جا داره یاد گرفتیم. سوال من در رابطه با می بود که اگر مرحله اول و دوم بخیر به خوبی سپری کردیم و قرار باشه کامیاب شویم، اینترویو در داخل افغانستان است که در افغانستان در دارالمسرک دارالمان میشه، سابق میشه چی روسیه بود، سفارت روسیه و همچنان دو کنسولگری شام در مزار شریف است. یک موضوع دیگه اگر ما احیانا کامیاب شدم دمی زیبرشیه کامیاب شدم بخیر انشالله. ما چون علاقه دارم که مسکو یا سنت پترزبورگ یا کازان میاجه باشه، میتونم با ترین فرصت وظیفه بگیرم یا که مثلا کار بکنم، چون میان درس ما میتونم که وظیفه هم بگیرم کارم کنم، چون اصلا مستری ما تا جایی که ما تحقیق کردیم و دوستای من اونجا درس میخوانن از طرف شب است، از طرف شب یک ساعت دو ساعت معمولا درس میخوانن و از طرف روز مکمل اجازه کار دارن. یعنی ما فرصت میتونم که کار کنم دوجا، چون به خاطر از اینکه سروایو بکنم. یعنی سمیم عزیز ما انشالله دعا میکنم با امید از اینکه شما کامیاب شوین، که انشالله کامیاب میشین وقتی که تلاش کنین، زحمت بکشین، همه چیز به شکل درستش انجام بدین، انشالله کامیاب میشین. دوستای من چیزی که بسیار خوب است داخل ای بورسیه و یا هم شهر مسکوی است که شما اجازه کار دارین. زمانی که یکی از کسانی می باشین که در اوپن دورز کامیاب میشین شما اجازه کاری را دارین. مثلا شخصا من خودم که در دانشگاه HEC درس میخوانم، من ضرورت به هیچ نوع داکیومنت ندارم که من برم مثلا خارج از دانشگاه کار بکنم. درس من تقریبا از ساعت 6 الی 9:30 شب و یا هم 10 شب در جریان می باشه که من میتونم از طرف روز هر زمانی که بخوایم اگر فرصتش داشته باشم کار بکنم. بعضی اوقات مثلا در بعضی جاهای کمپانیایی که شما رسمی است میرین کار میکنین و از شما اسپرافکا میگن و یا هم یک داکیومنت میگن و یا هم یک اتندنس لتر از شما از طرف دانشگاه میخواین، چرا که شما را شامل
از جمله کسایی میسازن که کارمند رسمی از اونا میباشین. شما با زودترین فرصت میتونین برین کار پیدا بکنین. چیزی که بر من میخوام بر شما توصیه بکنم و یا هم تجربه من است که شما از این لحظه کوشش بکنین بعض دیالوگای روزمره که ضرورت میشه برای یک زبان را یاد بگیرین. همون چیزایی که در ابتدا از مثلا پرسان کردن، سوال کردن، سلام دادن، اینا بسیار براتون کمک میکنن که یک وظیفه خوب پیدا بکنین، چیز خوب پیدا بکنین. چرا که اکثریت جاهایی که مثلا دوستا شما میرین پارت تایم کار میکنین، متاسفانه اینا به زبان انگلیسی هم با شما صحبت نمیکنن. و یا این هم که شما بسیار پروفشنال باشین که در یک کمپانی بعد از تلاشی که شما باز وبسایت های وجود داره که در وبسایت مراجعه میکنین، وظیفه را پیدا میکنین، اپلای میکنین، بعدن که باز شما را خواست میتونیم که مثلا برین و به زبان انگلیسی اونجا کار بکنین. اما در غیر از او اکثر جاهایی که مثلا شما میرین کار میکنین و قسمی که خودتون گفتین به خاطر از اینکه لیوینگ اکسپنسیز و یا مصارف روزمره خود را کاور کرده بتونین، وظایف وجود داره در هر جای. حتی شما میتونین 24 ساعت کار بکنین، از طرف شب کار بکنین اگر درستون باشه، نظر به اسکیجول خودتون است، نظر به تایم خودتون است و نظر به روز خودتون است. یعنی هیچ ممانعت وجود نداره، به زودترین فرصت شما میتونین کار بکنین، ولی به شرطی که شما در ماه اولی که میایین فقط یک کمک مسائل داکیومنتیشن دارین که شما باید داکیومنتیشن هایتون رو انجام بدین، بعداً باز ان شاء الله شما به زودترین فرصت میتونین کار بکنین. تشکر شهید صاحب. به خاطر از اینکه وقت برنامه ما محدود است، گذشته از تایم اصلی، فقط یک سوال آخر می داشته باشیم از بانو پریسا سلیمانی که باز بخیر جلسه را ختم بکنیم. بانو پریسا سلیمانی، شما میتونید که سوال خود مطرح کنید. سلام، وقتتون بخیر. من میخواستم سوالم در موردی بود که اگر که مثلا ما اپلیکیشن ما رو سابمیت کردیم در مرحله اول، استیج اول، بعد از اینکه امتحان دادیم ما رو سابمیت کردیم، اگر کدام اشتباهی رخ داده باشه دوباره میتونیم مثلا انصراف بدیم بریم دوباره او رو اصلاح بکنیم، یعنی باز هیچ مشکل ایجاد نمیکنه؟ به خاطر که از من یک مشکل پیدا شده در قسمت نام و چیزا نیست، در قسمت اسناد و ایناست، میخوایم دوباره برم و او رو جور بکنم، به خاطر اوجه فقط گزینه انصراف است. دقیقاً من سوال شما را گرفتم. خواهر عزیز، شما زمانی که مرحله اول داکیومنت خود را سابمیت کردید، شما تا تاریخ 16 میتونین اینمی اپلیکیشنتان را ویدراو بکنید. زمانی که شما این اپلیکیشن را کنسل میکنین باید پس از تمام این مراحل انجام بدید. یعنی شما حق از این دارین که کار بکنین، ولی به شرط از اینکه شما پس این مراحل پشت سر بگذارید. یعنی اپلیکیشنتان سابمیت شده، شما کنسل میکنین ولی انترنس تست باید دوباره بدین. شما حق از این دارین، توان از این دارین که شما اپلیکیشنتان را کنسل بکنین تا تاریخ 16 هر چیزی که ضرورت است بیارین و بعد از پس دوباره امتحان بدین، دوباره اسنادتان را سابمیت بکنین. اکانت جدیدم بسازیم یا نه خیر، اکانت شما دیگه ساخته نمیتونین. اکانت نه، فقط اون اپلیکیشنتان را ویدراو میکنین، کنسل میکنین، پس دوباره برای شما آپشن میاد که شما باز میتونین داکیومنت هایتون رد بکنین و یا هم ادیت میکنین، باز میشه که بعد به مرحله دوم برید. هیچ مشکلی نداره. شما دمی اکانت، دمی پروفایل فقط اپلیکیشنتون را کنسل میکنین، پس دوباره همون مشکلی که هست تو را رفع میسازین، پس دوباره این مراحل سپری میکنین، امتحان میتین و بعدا سابمیت میکنین. هیچ مشکلی وجود نداره. شما تا تاریخ 16 کار کرده میکنین. میبخشین نام رو گفتین؟ بله بفرمایید. درست. وقتی بخوایم برای لیسانس اپلای کنیم، اگر شهادت نامه مامور وزارت خارجه نداشته باشه در مرحله اول کدام مشکلی پیش نمیاد؟ نخیر اصلا مشکلی وجود نداره، ولی کوشش بکنین این فرصت را که دارین تقریبا 2 ماه از شما میتونین که اسنادتون را مهر وزارت خارجه را بزنین. بسیار کار ساده است، تا شاید یک هفته هم در بر نگیره، ولی در مرحله اول هیچ مشکلی وجود نداره. ولی در مرحله دوم وقتی که شما کامیاب میشین، تمام از این اسنادا هم ترجمهش ضرورت است و هم تایید وزارت تحصیل وزارت مالی و یا هم وزارت خارجه. تمام از اینا ضرورت می باشه و زمانی که شما کامیاب شدین، یعنی مرحله اول، مرحله دوم تمامش پشت سر گذاشتین، باز شما به نوترایزیشن ضرورت دارین که بازو معلوماتی است که قبلا باز بعدا ما بر شما زمان کسایی که کامیاب شدن برای دوستان شریک می‌سازن، اونا باز میرن به سفارت روسیه مراجعه میکنن، اسناد خود لیگالایز میکنن، بعد از لیگالایزیشن باز نوترایزیشن میکنن، ترجمهش میکنن و باز سابمیت میکنن، به دانشگاه روان میکنن و دانشگاه اکسپتشن میکنن.
برای فعلا اصلا ضرورت نیست. اگر باشه خوب است، اگر نباشه مهم نیست، ولی کوشش بکنین که لینک کانالتان از خیرتان بر ما شیر بسازین. سیاست ما در چت دمی اولین چت پین کردیم، میتونین شما ببینید. به نام اسکالر جرنی است. من بازم بر شما در چت شریک میسازم. حمیدی صاحب، اگر کسی حمیدی صاحب اشتباه نخوانده باشم میتونید شما سوالتان مطرح کنید. سلام علیکم، وقتتان بخیر. ببخشید من یکم اینترنت داشتم و صدایتان درست نشنیدم. کسی که فارغ هستم تو 12 باشه و سنشم 24 و 25 آیا میتونه در اوپن دور اپلای کنه یا خیر؟ سوال ما داریم. بله سوالتون رو گرفتم. بار عزیز متاسفانه سال گذشته مثلا امکان از وجود داشت که شما اپلای بکنید برای درجه لیسانس. کسایی که سنش از 24 و 25 بالا هم بود میتونستن اپلای بکنن، ولی این سال متاسفانه از سال 23 دیگر و بالا کسی نمیتونه برای لیسانس اپلای بکنن. باشین. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه وقت خودتان برای ما سپردین. خوش می‌کنم. ببخشید من یک سوال داشتم که بسیار ما رو به تشویش ساخته. مثلا بعض از دوستای ما که از 2 سال پیش هم کامیاب شده بودن، حتی ویزا نمبر آمده بودن، اما نمیفهم چرا، به چی دلیل، به چی اساس نتونستن که برن و امسال هم یک تعدادش کامیاب شدن. 2 نفر دوستاست کامیاب شدن دیگه. اینا هم تانوز اصلا ویزا نمبر آمد، بعد از ویزا نمبر دیگه اینا بی سرنوشت ماندن. مثلا باید تا فی الحال باید حداقل اینا یا می رفتن یا کارشون در مرحله آخر می بودن یا حتی اینا باید در پانتونای خودن می بودن، اما فعلا اینا بی سرنوشت هستن. کامیاب شدن، مراحلش طی کردن، حتی ویزا نمبر آمدن، اما بعد از ویزا نمبر اینا بی سرنوشت ماندن و دیگر از سرنوشت از خبری نیست. یا فعلا منتظر هستن نه ایمیلی است نه دیگه ارتباطم فکر کنم قطع شدن. تشکر. من سوالتون گرفتم. متاسفانه سالی که گذشت بعضی مشکلات، بعضی چالش‌ها وجود داشت. دوستان عزیز، قانون کشور روسیه نسبتاً سخت است. بعضی اوقات بعضی کسایی که حتی داخل منطقه و داخل خاک روسیه شود، اما بعضی اوقات احتمالات وجود داره. بعضی اوقات در صورتی که دانشگاه قبول شده باشند وقتی ویزا نمبر آمده به این معنی است که اینا ویزای خود را گرفتن. ویزا نمبر نه، فکر کنم برای از اینا یک نمبر میاد که اینا باید در یکی از امباسی‌ها داخل یا پاکستان و یا هم ایران، چون داخل افغانستان وجود نداره، امکان نداره. خودمون دانشگاه برای از اینا همین آپشن اجازه میتن که برن یا داخل خاک پاکستان و یا هم داخل خاک ایران در یکی از سفارت‌ها و یا کنسولگری‌های روسیه برن ویزای خود را بگیرن. در صورتی که اینا ویزا را گرفتن، اینا میتونن آزادانه سفر بکنن و بیان به مو کشور و یا هم میتونن بیان داخل خاک روسیه شون. ولی ای که بر از اینا کدام لتر نامده از طرف دانشگاه و یا هم رفرال لتر از یا داخل سیستم هایر ایژوکیشن خود روسیه نشان نداده، بعض اوقات احتمالات وجود داره. ولی من اکثریت دوستا را میشناسم که اینا آمدن، ولی بعض اوقات اتفاقات میفته و این هنوز معلوم نیست، چون محصل زیاد است. تقریبا بیشتر از 6500 محصل اشتراک میکنن. متاسفانه بعضی از این مشکلات اتفاق میفته و من از شخصا دوستای خودم بودن که اینا اپلای کردن، کامیاب شدن و دانشگاه بالاخره بنا بر دلیلی که بوده اینا نتونستن که اون مراحل خود به سر بگذرانن. پس بعضی مشکلات وجود داره، ولی شما ناامید به این نشین، امتحان بتین، کامیاب میشین ان شاء الله. اگر قسمت باشه شما حتما میتونین بیان. پس اصلا به این موضوع فکر نکنین. درست است، تشکر. اما ببخشید یک سوال بسیار کوتاه. در کدام درس‌هایی که اوپن دورز کامیاب میشن چی زمان شروع میشه و فیصدی نمرات چقدر نقش داره بخش ماستری؟ دوست عزیز، ما در جلسه گذشته هم گفته بودم که اچیومنت شما و یا فیصدی نمرات شما بسیار رول مهمه داره و قسمی که شما امتحان میتین، امتحان یعنی پورتفولیو فیلینگ که شما میکنین، این تمام از این 50 نمره میشه که باز از 50 نمره بر شما نمره داده میشه که مجموعی از این همراه با امتحان فاینال شما جمع میشه. بعدا شما وارد مثلا وینر میشین و یا هم رانر اپ میشین که رول داره. منظور ما فیصدی چی بود؟ فیصدی اسناد ما، مثلا فیصدی بخش لیسانس ما. ما بر شما میگم که اصلا اونقدر قابل چشمگیر نیست، ولی اگر بالا باشه مطمئنا
خوبتر است، ولی کدام محدوده وجود داره که اگر از 50% پایان باشه و یا هم از 55 بالا باشه و اینا کدام محدوده وجود نداره، اما طبعا اگر بالا باشه بسیار خوب است. پس یک سوال دیگه هم از خواهم عایشه خان میگیره. امید درس ها چه وقت شروع میشه؟ بسیار زیاده اول سپتامبر خواهش میکنم، اول سپتامبر درس ها آغاز میشه و همون تو جریان داره و نظر به پانتون بسازیس فرق میکنه. شما زنده باشین، وقتتون خوش. عایشه خان میشه شما هم سوالتان رو بپرسین. بله سلام، من میخواستم درباره موتیویشن لتر یک کم انفورمیشن اگر بر ما داده بتانین، کدام اگر شما مطلب کدام یوتیوب چنل یا چیز داشته باشین از طریق از روی یک کم معلومات شد. بله، ما امی لینک چنل در آخرین چت بر شما شریک ساختیم، صفحه سرم شریک ساخته، شما میتونین که وارد از چنل تلگرام شوین، بعد در موجه یوتیوب هم هست و صفحات اجتماعی هم هست، اونجا رو دنبال بکنیم، ما معلومات بیشتر هم میتونیم برای شما. و تقریبا موجود است؟ بله یعنی شما ببینید اینجا وجود داره. و در یک سوال کوتاه دیگه، در اکانت دو دانه کس جور کرده میتونه؟ نه خیر، فقط با یک ایمیل، با یک نام، با یک مشخصات شما یک بار میتونید. خب صفحه صاحب عزیز من فکر کنم برای امشب کفایت میکنن. اگر شما وقت داشته باشین که بتونین سوال بگم بگیرین، در غیر از اون میشه که باز خداحافظی بکنیم. آقای صاحب تشکر از شما و از تمام همکارا. من میفهم سوالاتان خیلی زیاد است و راهنمایی زیاد ضرورت دارین. این سشن ها برازی است که امی چگونگی استفاده از پورتال و ثبت نام یاد بگیرین. معلومات بیشتر آقای صاحب در چینل تلگرامشان و اینا و چینل یوتیوبشان اینا پست میکنن همیشه در مورد از اینکه موتیویشن لتر را چطور نوشته کنین و کدام رشته ها را انتخاب بکنین. میشه چینلشان جوین کنین، در اونجا هم سوالاتتان بپرسین، میشه مستقیم جواب بدن یا شکل ویدیویی جواب بدن. تشکر از شما آسی صاحب و تشکر از تمام همکارا که امروز به این جلسه آمدین و ما هم خیلی چیزا را یاد گرفتیم. با امید از اینکه امسال با کمک شما و دیگه دوستا بتانیم شاگردای خیلی زیاد کامیاب شوند از افغانستان و تحصیلات خود در رشته‌های دلخواه خود در روسیه ادامه داده بتانند. از شما بسیار زیاد تشکر. وقت شما خوش. خداحافظ. تشکر صافی صاحب بزرگوار، تشکر از اینکه وقت دادین، فرصت دادین و تشکر از دوستای عزیزم که وقت دادن، فرصت دادن، آمدن شنیدن. وقتتون خوش، خدا نگهدار. انشالله معلومات زیادتر در رابطه با بورسیه و یا هر چیزی دیگه در صفحات اجتماعی خود شریک می‌سازیم. دوستای عزیز شما میتونید که دنبال بکنید. خدا نگهدارتون.